در میان تمام رازهایی که انسان در طول تاریخ جستجو کرده، شاید هیچ چیز به اندازه راز طول عمر توجه دانشمندان را به خود جلب نکرده است. امروز پس از ده‌ها سال تحقیق در معتبرترین مراکز علمی جهان، از WHO و NIH گرفته تا مطالعات گسترده دانشگاه‌های هاروارد، استنفورد و اوکیناوا، تصویر روشن‌تری از اینکه چرا برخی انسان‌ها بیشتر و سالم‌تر زندگی می‌کنند در اختیار ماست. دانشمندان می‌گویند راز طول عمر نه یک معجزه ناشناخته، بلکه مجموعه‌ای از انتخاب‌های کوچک و درست در طول زندگی است. در سطح سلولی، میتوکندری‌ها، این موتورهای کوچک تولید انرژی، نقش حیاتی دارند. وقتی تغذیه سالم، خواب کافی و فعالیت بدنی منظم داریم، التهاب بدن کاهش پیدا می‌کند و سلول‌ها آرام‌تر پیر می‌شوند. حتی کوچکترین تغییرات مثل 30 دقیقه پیاده‌روی می‌تواند روند فرسودگی سلول‌ها را کندتر کند. اما رازهای طول عمر فقط در بدن ما نیست، در زندگی ماست. دانشمندان در مناطق معروف به بلو زونز مثل اوکیناوا در ژاپن و ساردینیا در ایتالیا کشف کردند که روابط عاطفی قوی، صمیمیت خانواده، آرامش ذهن و هدفمندی در زندگی به اندازه تغذیه سالم در طول عمر تأثیر دارند. آنها با غذای گیاهی، خواب منظم، لبخندهای ساده و پیاده‌روی‌های روزانه عمری طولانی و با کیفیت می‌سازند. این حقیقت الهام بخش است که بدن انسان با سبک زندگی درست می‌تواند دهه‌ها جوان‌تر بماند. قلب آرام‌تر می‌تپد، ذهن شفاف‌تر فکر می‌کند و روح امید بیشتری برای ادامه مسیر می‌یابد. راز طول عمر، راز عشق به زندگی است. مراقبت از خود، از بدن، از ذهن و از روابطمان. و وقتی این رازها را می‌دانیم، دیگر طول عمر فقط تعداد سالها نیست، کیفیت روزهاست، آرامش لحظه هاست و قدرتی که در هر یک از ما نهفته است تا سالمتر، آرامتر و طولانی‌تر زندگی کنیم. سابسکرایب کنید و زنگوله را فعال کنید تا هیچ کدام از ویدیوهای علمی آینده را از دست ندهید.